من یه اشتباه ساده کردم که داشت نویسندگی رو ازم میگرفت. میخوای بدونی؟ باورت میشه یه هفته تموم یه جمله رو هی می نوشتم هی پاک کردم، آخرشم هیچی عایدم نشد. تا اینکه یه روز یه جمله خوندم که نوشته بود نویسنده خوب اولش بد می نویسه اما می نویسه. از اون روز به بعد دیگه متوقف نشدم. اگه تو هم گیر کردی، ببین، فقط بنویس، حتی اگه بد باشه. اینجا این ویدیو رو سیو کن، چون وقتی دوباره گیر کردی نگاش کنی.